مرحله دوم بعد از شستشوی صورت لازمه که از کرم دور چشم استفاده کنیم. در واقع این کرم دور چشم هم برای دور لب و هم برای دور چشم به کار میره. فقط در عرض 2 هفته 4 تا از نشونه‌های اصلی چین و چروک پوستو یعنی اطراف چشم مد نظر قرار میده. باعث کاهش چین و چروک پنجه کلاغی میشه، چین و چروک زیر چشم از بین میبره، چین و چروک خطوط بین ابرو رو از بین میبره و خطوط بالای لب رو از بین میبره. در 4 هفته به برجسته شدن خطوط لب خودتون کاملا واضح و شفاف قابل مشاهده هستش. فناوری که ثبت شده در واقع ظاهر پرحجم‌تر، مقاومتر رو به پوستتون میده، تولید کلاژن رو بیشتر میکنه و سطح ارتجاعی پوستتون رو کلاً افزایش میده. فناوری آی ویتال در واقع یک فناوری هستش که ظاهر تیره اطراف چشتون و پف دور چشمتون رو در نظر میگیره و باعث میشه که اونها رو برطرف کنه و از افتادگی پلک جلوگیری میکنه. داخل این کرم دور چشم و دور لب نیاسینامید وجود داره که پوست رو آبرسانی میکنه و درخشندگی طبیعی رو به پوستتون برمیگردونه.